گشنمونه. تعطیله، تازه چشام گرم شد. چی میزنی؟ بیا از شروع نکنی. دو سه ساله برگشتم سری. برگردم نباشی باش سری باش. بیا پایین بزن بیا پایین. ببر اومد موتور سوار تو دستانده بزن. یه جاده پهن کن تو دلت، گازشو میگیرم بیا. نمیدونی تازگیا فازتو میگیرم زیاد. یه خونه تو قلبم بساز که خونمو رنگین کنه. وقتی که نیستی نبوده که اذیت میکنه. یه جوری تو قلبم گم شو که دست هیچ کسی نرسه. یه کاری یه راهی یه جوری که من فقط دست خودم برسه. یه جوری تو قلبم گم شو که هیچ کسی دیگه پیداست نکنه. آخه تو رو هر کی میبینه نمیشه یه عمری نگات نکنه. یه عمرو میبارم مگه بارونو پاییزی بخوای. من جونمو میدم برات از من اگه چیزی بخوای. دیدی غم دست خنده ها دنیامو خالی میکنه. اما ببین با عاشقی آدم چه حالی میکنه. یه جوری تو قلبم گم شو که دست
هیچ کسی بهت نرسه. یه کاری یه راهی یه جوری که من فقط دست خودم برسه. یه جوری تو قلبم گم شو که هیچ کسی دیگه پیدات نکنه. آخه تو رو هر کی میبینه نمیشه یه عمری نگات نکنه. هافک وسط میدونی یعنی چی؟ بهترین شماره 4 مملکت میدونی یعنی چی؟ 100,000 نفر باستن برای دست بزنن میدونی یعنی چی؟ یعنی اسماعیل نفر درسته؟ حالا همه اینا رو بذاری کف دست سبزی فروش 0.5 کیلو گیشنیز بهت میده؟ گواردیولا خار شده خارترش نکن. جلسه از کف دستش. تو کار مردم سرک نکش. تموم شد. اومدم جایی که شایستشم. زباله قرار دفن بشم. یعنی میخواستم که بشم. این اسمش پیشرفت نیست. ظرف 2 سال پیشرفت توی نیستی. از الکل به شیشه، گاهی هروئین یا هر آتشخال دیگه ای. با مرگ کیان، آی چه کلمه سختی. مرگ بچت. عجب تنبیهی بود. عجب تنبیهی دیدن داغ اولاد. راست گواردیولا پسرشو کشته؟ تصادف بوده. عذاب وجدان انداختش توشش. عذاب وجدان بچهش که مرده، زنش که دیوونه شده افتاده گوشه آسایشگاه روانی. تماشاگرش بود. باشه وقت کاره. آی ریحانه، در چه حالی؟ مثل من خراب روی دیدار ندارم حتی در خواب. 1 2 3 4 5 6 9 10 برو ببینم برو. مشتری مخصوص. چه خبرها؟ میگم اونجا کجایی؟ اینجا کجا؟ گواردیولا چی بگم والا؟ خدا هیچکی رو بالا پایین نیاره. یه دونه از دری جدا شدی؟ میخوای اکثر رو بکنم بهت بدم؟ ببین دم آزادی بویوکه بیاد خیرتو میگیره. اینجا بری بیرون از کجا شروع میکنی پنجا اونو؟ از دلتنگیام، از داشتم، از ظریف. یه 2 تا پشت دستی هم دارم که باز بزنم. پوری نامی، گواردیولا نامی، 2 تا انعام هم باز بدم. خبرها میرسه. باور؟ دیگه زیاد ندون بچه. زیاد دونست اثرتو تو بار. چیه جواب نمیدی؟
رسیدی اونجا محو جمال ما شدی. یار که هم داریم واسه والیبال. واسه والیبال خبریه محمدی؟ آب داره سرد میشه پنجمونو. مملی اینجا زیادی خلوت نیست؟ ساعت هواخوریه پنجمونو. انشالله که گربه است. این گواردیولا که گفتی همون فوتبالیست قدیمی است؟ دلم با تو خوشه بغضت صدا میکشه این عشقه هر جا که میرم محسوبی با من به دنیا اومدی این عشقه وقتی بهت فکر میکنم حس میکنم عطر تو رو میگیرم حتی من از تصور این که به من فکر میکنی میمیرم گواردیولا بشین سر جا من زود برمیگردم. سر پا شدن سخته ولی باز اجاق مرد روشن باشه. اجاق اسماعیل باید روشن باشه. شاید زری راه روشن شدن شب سیاه اسماعیله. شاید زری بتونه اون تاس بازی گم شده رو پیدا بکنه، یا یه سنگی کلوخی چیزی بذاره جاش که چرخ روزگار اسماعیل بازم به چرخه. شاید زری راهه. شاید ببین آدم از شلوغی سرسام میگیره اصلا. بعیده که بهتون نوبت برسه. ولی من یه شماره دارم 4. میخوام ثبت کنم. شاید راه یک کیان دیگه است، یک کیان نفر دیگه. 5 میخرمش. عمرم سرم بهشون قیمتمو نشون. اون یکی بسته با تو هم میگم جیره شب اون کو کنم خیلی بهت بیایی. چی؟ این یعنی 3 ساعت دیگه خماری تو راه داری. پول مواد رو دادی به این؟ راه چرا قشنگه بهت میام. اسماعیل
به من فقط نشگی میاد، میفهمی؟ ببین اون روزی که بیوک افتاد زندان، بی پولی و خماری افتادم سمتت، گفتی زنم شو که خلاص شم از سینما خوابی، گفتی تو باید تو مسافرخونه بخوابی نه لای کارتون خوابای سینما. گفتم چشم، زنت شدم. گفتی فعلا بی پولم، همجلوی همین کارتون خوابا مواظبتم. باز گفتم چشم. 2 روز که گذشت گفتی داغ بچه دیدم، بچه میخوام. همون موقع گفتم زرشک، الانم میگم زرشک. گواردیولا دل بستن نداریم، بچه دار شدن هم نداریم. حالیته؟ ما فقط 2 تا چیز مشترک داریم، مواد و بیوک. ترس از بیوک. آزادی بیوک. دلت نخواد آره. آزاد چی چند روز دیگه؟ آره آزادم، دست و بالم باز میشه. میخوام فرش من کنم سربارون را بندازم. تو بری بیرون میخوای چیکار کنی؟ برو مطب زیبایی میزنم. قاچاقچیه بچه خوشگل میشه مخبه. خدا رو شکرم بچه خوشگل نیست، ولی آدم فروش هستی. و خودم فروخته شدم که اینجا. واسه همین دم آبدارخونه اداره‌گاهی نرسیده داشت منو فروختی. خبرش تازه رسیده. سالمترین مواد غذایی بدون ناخالصی از طبیعت می آیند. پس سالمترین انتخاب غیر تراریخته است. غیر تراریخته یعنی طبیعت. سبا سیکلت شما را به دیدن ادامه این برنامه دعوت می کند. قاچاقچیه بچه خوشگل میشه مخبه. خدا رو شکرم بچه خوشگل نیست، ولی آدم فروش هستی. و خودم فروخته شدم که اینجا. واسه همین دم آبدارخونه اداره‌گاهی نرسیده داشت منو فروختی. خبرش تازه رسیده. حرف دهم پر کن، آدم دهم پر کن میخواد. نه تایید تو نه همت تو، کلند و شایی نمیارزن. بازی تازه شروع میشه. بازی آقا جمارانی. من امروز دارم اینجا میرم بیرون جماره. میرم پیش دختری که دوستش دارم. امروز هم عهدش میکنم. میخوام با سر و صورت سالم برم. بگو برن عقب جماره. بگو برن عقب. داداشم امروز قبل از اون صبح اعدام شد. تو سفره پهن کردی جلو بازجو آبگوش کرده تحویلش دادی داداشم. ما اینجا اعدامی نداریم تو رو بکشیم، خیالی هم نباشه واسه با کشیمت اعدامی میشیم، ولی بیادگاری هم نمیذاریم اینجا بری بیرون. خلاصه تو اون داره بیرون رفته. وقتی هم رفتی بیرون همون مطب زیبایی تو بزن. سمت کار و بار ما نیا. هیچکی جنس واسه پخش بهت نمیده.
بگو برن عقب جمارانی. دلت خنک شد؟ شونت ولی من لاشتم. هفته دیگه منم بیرون بیشتر حرف میزنم. دیگه چه خبره؟ زندانیا متفرق شید. سرباز منصوری ببین چه خبر اونجا. راضی؟ هم بقیهش. تو میدونستی جمارانی واسم سفره پهن کرده؟ من 2 سال دیگه حبسم مونده 50. تو میری داداش، دود میشی، شهرنشین میشی، خونه نشین میشی، ولی من باید زندان نشین بمونم. 59 اینا باید ازم راضی باشن. میفهمم، ولی من آدم نفروختم. بگو خب، بگو خب. اسامی که اعلام میکنم جهت کارهای ترخیص به سرپرستی زندان: بهروز اسفندیاری، هوشنگ شریفی، جبار کرمی، بهنام فعلی، امین الهی.
کی جود کرده عمو؟ جون کی جود کرده؟ هرشو بخوای پوری. اسمم پوریه. آرزو داشتم و پارچی سینما بشم، ولی تو همون رده چراغ قوه جلو پا مردم تو سینما انداختن موندم. امانت داره زنم، اما یه سینما که سقفش صدقه سری من هنوز سر جاشه. این سیاهی زمستون سومین سالیه که اونجا رو خوابگاهش کردم. 2 طبقه بی تلفن با آشپزخونه. زنم دیگ بار میذاره، عدسی و شلغم فقط واسه اونایی که پولشو داشته باشن. البته دورم میزنه به بی پولام میرسونه، ولی من بروش نمیرم. زنم ملوک اسمش، مریضه، دیالیز میکنم. مریضم از مریضش. هر کی با ملوک در افتاد ور افتاد. چرا؟ چون این سینما شده یه هتل 20 ستاره که ملوک به کلیه برسه. حالا چرا اینا رو دارم به شما میگم؟ چون شما خانواده ای. ما خانواده باید از خانواده حرف زد. اینطوری آدم ها احساس اهمیت میکنن. منم احمد رضام. همه زندگیمو تو شرکت های هرمی باختم. همه ما که تو اون سینما زندگی میکنیم واسه اشتباهات خودمونم. هر کدوممون یه جوری اشتباه کردیم، راه اشتباه رفتیم. من این چیزا رو به مجردها توضیح نمیدم، فقط از قانون بهشون میگم. شبی 5 تا نفری، زن و مرد، قاطی نه، زن سوا مرد سوا، با حیا کار میکنیم. بالکن مخصوص خانواده هاست، همشون هم عین شما آبرودار، با حیا. اینم بگم اگه از سینما زدیم بیرون 12 شب باز برگرد. تا 12 بیرون میمونیم تا مردم برن، فضول و غیر فضول بره. سینما پلمپه، میخوان خرابش کنن. کسی نبینه کجا میرید کجا میاید. شهرداری تا ساب ملک نیاد نمیتونه خرابش کنه. به دلم افتاده خبر ساب ملک میرسه، ولی نه نمیرسه. پولداران نمیرن، ولی مأمور پلیس میتونه حالمون رو خراب کنه. سیاهی زمستون هوشمون کنه بیرون. ها عاقلم نه؟ عاقلم که بیوکو فروختم به مأمورا. قاچاقچی نمیذارم بیاد تو، شر و شور نمیذارم. واسه همینه که 2 ساله داره آب خورک میخوره این بیوک. خوش برگشتی. من و تو با هم محرمی. جلو هم رو سری سر نمیکنه، ولی پای انبار و جاساس که میاد تو بزو برو. همه با هم نامحرم. با کن تنها
مدار مهربانی. بفرمایید عدد 3333 به حروف چند تا دندونه داره؟ 12 تا. کاملا درسته. عدد 11111 چند تا یک داره؟ 5 تا. بله. نخستین بانک ایرانی چند تا سین داره؟ بانک سپه یه دونه سین داره. حالا اگه قرعه کشی بانک سپه 3333 نفر برنده و برای هر برنده 1 میلیارد ریال جایزه داشته باشه. آقا ببخشید این اطراف بانک سپه شعبه داره. افتتاح حسابش تا کی مهلت داره؟ تمدیدم میشه مدتش؟ برای شرکت در جشنواره بزرگ قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنی پس‌انداز نسبت به افتتاح حساب یا تکمیل موجودی اقدام فرمایید. میدونی چرا به من میگن بویوک پنجاهانو؟ چون هر کی بهم خیانت کرد یه بند شستشو قطع کرد. بارم نکن پنجاهانو. توی دومی هم به خمره جاساز من زدی. من نبردم. من هنوز وسطم نه. در رفتم پرت به پرم گیر نکنه. گواردیولا رفت اومد و برداشت و برد با زری. سینما بیوک پیدا شد. میدونستم بالاخره پیدا میشه. قول و قرار با زری داشته که داشته. عاشق زری بوده که بوده. زری قرار مادر بچه منو ریحانه بشه. بی بچه سمت ریحانه بر نمیگردم. بیوک گنده تر از بیوک. من یک کیان جدید میخوام تا هم خودم رو نجات بدم هم ریحانه رو. آنچه بر گواردیولا گذشته. راست گواردیولا پسرش کشته؟ وقتی گندمون در بیاد اولین کسی که دوزارش بیفته خودمونیم. بهم گفتن این جشن و مسخره بازی رو یکی از طرفداران درست کرده. تولدت مبارک. بار آخرت باشه اینجوری منو سورپرایزم میکنی. تو هم منو چشم انتظار نذاری. وقت زنم من تو چیه که باید چشم انتظار من باشی؟ خواستنت گواردیولا. من زن بچه دارم. تو گوشت فرو. هر جای این علاقه هستی برگرد. این عاقبت شومه. قبلش رو یادت نیست. قبل از سقوط رو هیچ وقت یادت نیست. اما ارتباط کاریمو با اون زنی که قطع کنم. تو اون فیلم داشت به تو چی میگفت؟ هیچ وقت سر به سر زنی که فقط یه مرد تو کل جهان دوست داره نذار. زن گواردیولا بودن چه حسی داره؟ کم کم باید به حضور من عادت کن. قصه اون فوتبالیستا رو شنیدی که زنشو کشتن؟ من پدر تو رو در میارم. یه کاریت میکنم از اینکه به دنیا اومدی کثافت. تلخ و راستکی اسماعیل. قرار نیست فردایی بدون تو رو ببینم. آدم به هرچی که دلش میخواد نمیتونه برسه. نرسم بهش سخت زدم. به خودش، زنش و بچهش. اگر آسیبی به بچهش برسه داداشم یه تن قشون میشه و خاندانتو به باد میده. بذار اسماعیل زندگیشو بکنه. نذاری من میام وسط بنفشه. ذات عشق فقط شبیه اون چیزیه که ما مردم فکر میکنیم. آرامش سازه. ولی گاهی همون عشق پای شر رو توی زندگیت وا میکنه و این اصلا انتخاب تو نیست که عشق قراره با تو چجوری رفتار کنه.